سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین عزیز. در ساعات پایانی توقف جنگ بین ایران و آمریکا هستیم. خب جامعه ما یه سری نگرانی هایی به حق داره که آقا این مذاکرات به کدوم سمت میخواد بره، نکنه ما تسلیم شیم، نکنه جنگ رو متوقف کنیم، چه بلایی قراره سر زیر ساختای ما بیاد اگر این آتش بس به جایی نرسه و ادامه جنگ اتفاق بیفته. این نگرانی بخشیش به حقه، بخشیش به کل نادرسته. چرا؟ ببین از آن من اعتقاد دارم که ما در جنگ شناختی خوب عمل نکردیم. حتی کسانی که نزدیک به بدنه انقلاب هستن و تفکر انقلابی دارن، ما 3 تا خطای شناختی رو به جامعهمون تزریق کردیم، چه دونسته چه نادونسته. میگم این خطای شناختی از کجا اومده و چجوری داره بدنه جامعه ما رو میخوره و ما رو داره به سمت بیراهه میبره. بخشی از این شناخت جنگ هیبریدی باعث میشه که یه سری از نگرانی ها و سوال هایی که ما داریم حل بشه و نیازی نباشه که مسئولین ما بیان به چیزی پاسخ بدن. اولین خطای شناختی که به نظر من خیلی سم و خطرناکه اینه که بگیم ترامپ و آمریکا جنگ نمیخواستن، این نتانیاهو، شخص نتانیاهو بوده جنگ میخواسته و یه پرونده اپسینی هست، این باعث شده که ترامپ و آمریکا وارد جنگ با ایران بشن. این یکی از بدترین خطاهای شناختیه که ما داریم براتون باز میکنم تو این ویدیو. چرا؟ دومین خطا، آمریکا با جمهوری اسلامی مشکل داره، آمریکا با این پاسدارا و آخوندا مشکل داره، آمریکا مشکلش با ایران نیست. جدا کردن بدنه انقلابی از ایران، اینم یه خطای شناختیه که دارن. سومین خطای شناختی که من تو این 14 روز بیشتر حسش کردم، ترامپ دیوانه است. ترامپ یک احمقه که بدون فکر توییت میزنه، بدون فکر کار انجام میده، بدون فکر محاصره دریایی میکنه و این 3 تا خطای شناختی در بدنه جامعه ما مهمم نیست که چه تفکری و ایدئولوژی سیاسی داشته باشید. این 3 تا خطای شناختی باعث شده که تو این 14 روز فشار روی جامعه ما زیاد باشه و همش دنبال پاسخ باشن، در صورتی که پاسخ تو دل این جنگه بوده. ببینید عزیزان، وقتی که استعمار نو میشه، یعنی تو این 100 سال ما توضیح دادیم که آمریکایی‌ها شناخت خیلی مهمه. آمریکایی‌ها تو این 100 سال اومدن گفتن آقا هر چی ارتباطات در دنیا شاملش میشه باید زیر نظر من آمریکا باشه. حالا وقتی که جهان داره عوض میشه، قدرت‌های نوظهوری مثل چین و روسیه و بعضن ایران اومده، آمریکا دیگه نمیتونه با دکترین قبلی خودش هژمون باقی بمونه. برای همین دکترین خودش رو تغییر میده. میگه در جهان آینده هوش مصنوعی تمام ارتباطات جهانی رو زیر نظر میگیره. شما از شبکه‌های اجتماعی بگیرید، از رفت آمد بگیرید، از حمل و نقل بگیرید، همه چی رو هوش مصنوعی قراره در اختیار بگیره. این هوش مصنوعی نیاز به 2 تا چیز داره. یک پکیج تکنولوژی که شامل سخت افزار و نرم افزار میشه، دومیش انرژیه. من حالا یه برنامه‌ای دارم راجع به ارتباط نفت با هوش مصنوعی، چند ماه قبل از جنگ درست کردم، اون اگه ندیدید برید ببینید. شما در جهان آینده وقتی که میخوای به جهان اداره داشته باشی، کنترل داشته باشی، دیگه نیاز نیست و کافی نیست که شما فقط روی ارتباطات تمرکز بکنیم. مثال میزنم، شما مثلا اومدی چت جی پی تی مشخص کردی، چین اومده دیپسیک گذاشته. شما اومدی تسلا گذاشتی، چین اومده بی وای دی گذاشته. شما اومدی مثلا اینستاگرام داری، چین اومده تیک تاک گذاشته. شما اگر بخوای تو این نظم قدیمی بازی بکنی با رقیبی مثل چین، چون اون تازه نفسه، احتمال شکستت هست. برای همین آینده دنیا هم ارتباطاش به این شکلی است، میره سمت هوش مصنوعی. شما وقتی که خودتو بذار جای آمریکا، خودتو یه هژمونی میدونی. وقتی که شما هژمونی میخوای هژمونی در جهان بعدی باقی بمونی، باید تسلط داشته باشی روی هوش مصنوعی. بخشیش گفتم پکیج نرم افزار سخت افزاره که شما جنگ روسیه و اوکراین و مواد معدنی اونجا رو باید تو این پازل ببینید، تایوان هم باید تو این پازل ببینید. ولی شما اگر حتی این نرم افزار و سخت افزار هم داشته باشی، انرژی نداشته باشی، فایده نداره. شما جنگ منطقه ما رو اینجوری ببینید. پس اون خطای شناختی که جنگ آمریکا با ایران رو در شرایط کنونی ربطش بدیم به نتانیاهو و ترامپ و پرونده اپستین، این یک خطای شناختیه. اگر ما بیایم بگیم اگر ترامپ رئیس جمهور نبود، نتانیاهو نخست وزیر نبود، این جنگ اتفاق نمیافتاد، این خطای شناختیه. خود ترامپ در دور اول انتخاباتش، در دور اول ریاست جمهوریش، هم قاسم سلیمانی رو به شهادت رسون، هم اوکراین رو تسلیح کرد.
ببینید این خیلی نکته مهمیه. خود ترامپ در اون مناظره انتخاباتی دور دومش میگه من بودم به اوکراین سلاح دادم، من بودم که به زلنسکی سلاح دادم، پس من صلاح اوکراین رو بهتر میدونم. ولی به خاطر شرایط جهانی، به خاطر سرعت تغییر قدرت، باعث شده که آمریکا که الان ترامپ روی صندلی مدیریت آمریکا نشسته اولویت بندی کنه، بگه آقا اوکراین الان اولویت من نیست. اون بخش اول هوش مصنوعی، سخت افزار، نرم افزار، مواد اولیه، میگه این الان اولویت من نیست، اولویت اول من انرژیه. چون اگر من انرژی رو کنترل کنم، این چینه هم که خودرو الکتریکی داره، هر چیزی داره، دیپسیک داره، هر چیزی داره، این نیاز به انرژی داره. پس من باید اول انرژی رو کنترل بکنم، به یه جایگاهی برسم، بعد برم سراغ بقیه بخش ها. حالا چرا من این صحبت رو کردم؟ این صحبت اینجا مهمه. ما نیاز به این شناخت داریم که در جهان قبل استعمار نوین اومد با ما یه کاری کرد که گفت آقا علوم انسانی، علوم اجتماعی در دانشگاه این چیزایی که من میگم باید خونده بشه. خروجیش هم ما الان داریم میبینیم. مهم نیست شما بچه حزب اللهی باشی، ضد انقلاب باشی، هر چیزی باشی، در این چارچوب فکری داری فکر میکنی. شما تهش میخوای بچه سردار فلانی باش، ولی خب علوم سیاسی خوندی. خروجیت میشه چی؟ که آقا ایران بر اساس المان‌هایی که در دانشگاه‌ها به ما درس دادن نمیتونه هژمونی باشه. تو بهترین حالتش میتونه یه قدرت منطقه‌ای باشه. بعد میان تو قدرت منطقه‌ای ایران رو مقابل اسرائیل قرار میدن، میگن اینجا چون این دوتا یک رقابتی دارن، آمریکا میخواد اسرائیل قدرت منطقه باشه نه ایران، جنگ رو در این پازل تعریف میکنن. اینجا خطای شناختیه. ایران عزیزان از نظر آمریکا یک قدرت منطقه‌ای نیست. آمریکایی ها ایران رو یک هژمونی میدونن که خوابیده بوده، حالا جوونه زده. این جوونه ها رو آمریکایی ها میخوان با تمام ابزاری که دارن خفه کنن، نذارن اتفاق بیفته. اگر شما این جنگ رو اینجوری ببینید، نگاهتون به مذاکره، دستاورد مذاکره، به تنگه هرمز، جنگ ما با آمریکا در بعد نظامی کلا عوض میشه. ببینید الان این نگاهی که من به شما گفتم، این چارچوب فکری رو گفتم، بیاریم توی جنگ خودمون. من مثالی برای شما توضیح بدم که متوجه بشید این خطای شناختی چه آسیبی به ما زده. توی همین جنگ اگر شما خودت یه کشوری بدونی که میخوای زیر بار حرف زور نری، جنگ رو اینجوری برای خودت تعریف کنی، سوال میشه آقا چرا ما عربستان رو بیشتر نزدیم؟ چرا مثلا اردن رو بیشتر نزدیم؟ چرا نزدیم قطر با خاک یکسان شه؟ حالا که ثابت شده بهمون میتونیم. پس چرا دیوونه نشدیم که با خاک یکسان کنیم همه جا رو؟ آهان اینجاست که من میخوام بگم اگر شما یه کشوری خودتو بدونی که نمیخوای زیر بار زور بری، بله این رفتار برات تعریف میشه. ولی اگر خودتو یک هژمونی در منطقه ببینی، نگاهت باید عوض شه. شما وقتی که خودت رو یک هژمونی بدونی، این مسئله امت ملت ها که از اول انقلاب ظرفیت نداشت جامعه بیایم هژمونی رو توضیح بدیم، به نظر من امام اومده که مسئله امت رو مطرح کرد به جای ملت، که واژه خیلی مهمیه، ویدیوها میشه راجع به صحبت کرد. ولی شما وقتی که خودتو یه هژمونی بدونی، میگی آقا مردم عربستان بعد از این آل سعود چه نگاهی به ایران خواهند داشت؟ چون من هژمونی هم دیگه میخوام اینجا یه هژمونی به راه بندازم. مردم منطقه چه نگاهی به من خواهند داشت؟ مردم کویت، مردم قطر، مردم بحرین، اینا که بعضیاشون شیعن، اصلا مسلمون هم هستن، موافق تفکر من هستن، چه گناهی کردن که حاکمانشون اینجوری باشه؟ آیا این دلیل بر این که ما باید منفعل باشیم؟ نه. میخوام به شما بگم که جنگ رو اگر بر اساس نگاه یک هژمون، یک کشور هژمون نگاه بکنید، خیلی از نگرانیاتون رو باید بذارید کنار. حالا بیایم سراغ تنگه هرمز. میگن آقا تنگه هرمز عوارض بگیریم نگیریم، شریک شیم، اصلا برگرده به شرایط قبل، بر نگرده. اینجا باز این مسئله مطرح میشه. آقا شما به عنوان یک کشور مقتدر میخوای تنگه رو ببندی یا به عنوان یک هژمون میخوای تنگه رو ببندی؟ حالا من تو برنامه دیگه راجع به تنگه هرمز توضیح میدم، راجع به این جنگ بیشتر توضیح میدم براتون که جنگ ما با آمریکا یه سری برنده بازنده داره در منطقه که بعد باز بکنم اونجا، حساسیت روی بعضی کشورها رو بهتون توضیح میدم. ولی تنگه هرمز رو شما بستی با چه تفکری بستی؟ اگر به تفکر یک هژمونی بستی، شما تنگه رو باید فرا از تنگه برای خودت تعریف کنی. شما تنگه رو باید شاهراه قلب تپنده دنیا برای خودت بگیری.
برای همین مسدود کردن تنگه فایده ای نداره. شما اگر بیای یه نفر رو بکشی نمیتونی از زیر زبون چیزی بکشی، که میری شکنجهش میدی، سختی بهش میدی که اون زنده بمونه، تو سختی بتونه به شما چیزی بده. شما تنگه هم باید هی شل کنی، هی صفر کنی تا خودتو تثبیت بکنی تو تنگه. تنگه رو باید جوری ببینی که وقتی شما تنگه رو کنترل کردی، کشورهای دیگه میخوان بیان تنگه رو دور بزنن، شما رو اون دور زده هم کنترل داشته باشی. یعنی تنگه رو شما فقط یک آبراه نبین. اگر دید هژمونی داری، شما تنگه رو باید شاهرگ جهان ببینی که این اومده کنترلی زیر دست تو. دیگه بحث عوارض و چقدر بگیریم و نمیدونم فلان 2 میلیون دلار بگیریم هر کشینه، اینا جداست. حالا شما اگر تنگه رو به عنوان یک کشور ببینی، میگی آقا نه مثلا ما اگر ببندیم راه پیدا میشه براش، میان ما رو دور میزنن، ارزش تنگه کم میشه، یا نه مثلا چین هم ناراحت میشه از ما. ببینید اینجاست دیگه، شما وقتی که خطای شناختی ادراکی داشته باشی، اینجا خودشو نشون میده که آقا شما داری هژمون برخورد میکنی، یا یک کشوری که آقا میگی من ایدئولوژیکم، پای ایدئولوژیم هستم، که من اعتقاد دارم که ما یک هژمونیم که تازه داریم قد علم میکنیم، بیدارمون کردن. این مردمی که شبا در خیابان هستن، شما مطالباتشون رو ببینید. درسته که یه بخشش خطای شناختی ها، اونا هم فکر میکنن آقا بعضن، حالا اونایی که یکم انقلابی تر خودشون رو میدونن، معیار ارزششون قوی تره، سنگین تره، اینا ایدئولوژیک نگاه میکنن، در صورتی که واقعیت میدان این نیست. هم دشمن شما داره به شما به عنوان یک امپراتوری نوظهور نگاه میکنه، هم شما در بدنه نظامی داری اینجوری برخورد میکنی، ولی بدنه جامعه شما، بدنه کارشناسی شما این رو درک نکرده. اینو که درک نکرده، میاد ترامپو چجوری تحلیل میکنه؟ یه آدم دیوونه بی عقل، یه آدم دیوونه بی مغز، یه آدم دیوونه که توی یه ساعت 20 تا توییت میزنه، دروغم میگه. درسته ترامپ داره اینجوری رفتار میکنه، ولی من چند تا ویدیوز دارم میگم که آقا این خطای ادراکی، شناختی، تحلیلیه که شما بیاید ترامپ رو یه شخص دیوونه در نظر بگیری. تمام کارهایی که ترامپ انجام میده به روش دیوونه بازی بر برنامه است. یه مثال بزنم، شما الان نگاه بکنید محاصره دریایی ما رو، هر کارشناسی رو ببینید، اول میاد مسخره میکنه، دو میگه که آقا این محاصره دریایی عملیاتی نمیشه. اشتباه کجاست؟ این محاصره دریایی چرا در طول جنگ اتفاق نیفتاد؟ چرا در دوره آتش بس اتفاق افتاد؟ یک، شما تجهیزاتی که قرار بوده در بازه زمانی آتش بس از چین بهت برسه دیگه نتونه برسه. دو، شما اومدی محاصره دریایی رو انجام دادی، یه سیگنالی داری میدی، یه رزمایشی داری برای خودت انجام میدی. برای کجا؟ محاصره تایوان. میگه الان اقیانوس هندم من کشتی‌های ایرانی رچه میگیرم، دریای عمان رچه میگیرم. این پیام به چینه که آقای چین، این مدل به زودی برای تو هم اتفاق میفته. من شریان‌های اقتصادی جهانی رو مدیریت خواهم کرد، میام ببینم مثلا تو این کشتی چیه، بعد دیدم تایید دادم ردش میکنم. شما محاصره دریایی ترامپ رو تو این پازل ببینید، تو این جنگ هژمونیه ببین، شما ببین که اون نگاهش به ایران چیه، نگاهش به چین چیه، نگاهش به این جنگ چیه، بعد بیای مسخره کن بگو ترامپ قفل زد رو قفل، چون نمیتونه کاری بکنه اومده میگه شو. ببینید ترامپ الان نگاهش به ما یک هژمونیه، نه یک کشور یاغی. برای همینه ما اعتقاد داریم مذاکرات به جایی نمیرسه، حتی اگر توافقی اتفاق بیفته باز توش جنگ داریم. چرا؟ چون شما نباید این هژمونی باقی بمونه، این تفکر نباید باقی بمونه. با مذاکره میتونی متوقفش کنی، بله یه بازه میتونی متوقف کنی، دوباره حمله میکنی. جنگ اینجاست. شما باید مدیریت این انرژی رو بگیری دستت. چرا؟ چون میخوای در جهان آینده، در جهان 50 سال آینده هژمون باقی بمونی. جنگ الان ما با آمریکا رو باید تو این پازل تعریف کنیم. برای همین تو این پازل تعریف کردن مذاکره معنی نداره، آتش بس معنی نداره. البته آتش بس الان رو من نمیگم بد بودا، من گزارشاتی دارم که ما نیاز داشتیم به این آتش بس. سردار موسوی هم تایید میکنه صحبت ما رو که تو این آتش بس ما توپ خودمون رو پر کردیم، یه سری تجهیزات و سلاح بعد میگرفتیم که انجام دادیم به لطف خدا برای مرحله بعدی، ولی آمریکا 2 هفته براش کمه، برای همین داره میره به سمت تمدید آتش بس که این یکی از بزرگترین سمایی که برای ما بخواد اتفاق بیفته. حالا
ترامپی که همه مسخرش میکنن آقا محاصره دریایی کرده، این محاصره دریایی به جایی نمیرسه چون دیگه گزینه‌ای نداره اومده محاصره دریایی کرده، شما رو سوق میده به سمت راههای دیگه. بخشیش رو من در ویدئوی بعدی برنده بازنده های کشورهای منطقه توضیح میدم، یه بخش دیگه هم تو همین ویدیو توضیح میدم. شما میری به سمت خطوط ریلی، میری به سمت خطوط جاده‌ای، پاکستان هم داره نقش بیشتری میگیره. چرا؟ اگر جنگی در آینده اتفاق بیفته که میفته بر اساس گزارش خود آمریکایی‌ها تا سال 2027 جنگ در تایوان اتفاق میفته، در دریای چین اتفاق میفته. چین هم میخواد دریایی که مثل ایران محاصره شده بیاره رو خشکی. شما راههایی که چین احتمال داره رو داری میای خودت معماری میکنی، براش مینگذاری میکنی. یکیش همین پاکستانه. شما پاکستان رو گذاشتی تو این منطقه، میانجی ایرانش هم کردی، عربستان هم الان 5 میلیارد دلار بهش پول داده، ذخایر بانکاشو پر کرده، داره برای شما خودشیرینی هم میکنه، هی میگه مذاکره، هی آتش بس، تمدید فلان. ولی چین متوجه نیست که همین انتخاب پاکستان هم برای آمریکایی‌ها هدف داره، چون بخشی از دور زدن دریای چین و تایوان بخشیش برمیگرده به همین پاکستان، بندر پاکستان. آمریکا داره میاد اینجا تخم میکاره، همون جوری که داره توی آذربایجان تخم میکاره، توی کریدور زنگزور، کریدوری که الان ترامپ گفته کریدور ترامپ، تو ترکمنستان داره بذر میکاره برای خودش. اون داره از منظر هژمونی خودش این جنگ رو مدیریت میکنه، داره از منظر هژمونی خودش شما رو میکشونه پای میز آتش بس یا میز مذاکره. برای همینه کمتر از تسلیم از شما نمیخواد، چون اگر ایران اینجوری باقی بمونه یعنی لبنان باقی مونده، یعنی یمن باقی مونده، یعنی تفکر ایران باقی مونده که الان بخشیش هم رفته توی آفریقا. این جلوی هژمونی آمریکا رو گرفته. حالا شما باید بری از این دید روسیه رو بیاری پای کار، چین رو باید بیاری پای کار، اینجوری باید صحبت بکنی. حالا شما حساب بکنید وقتی که شما خودت رو یک هژمونی بدونی، یک هژمونی جوان که میخواد با یک هژمونی پیر مقابله بکنه، نگرانید بخشیش از جنگ فرق میکنه، یعنی کم میشه دیگه. اون سوالی که آقا ما چرا نمیزنیم آمریکا رو نابود بکنیم، پاسخش اینه که آمریکا چرا نمیزنه شما رو نابود بکنه. ببینید نگرانی هسته‌ای پیش میاد دیگه. آمریکا اگر بخواد به شما بمب اتم بزنه، باید ببینید آمریکا به یک ایران یاغی میخواد بمب اتم بزنه یا به یک هژمونی بمب اتم بزنه. این باعث میشه خودش بکشه عقب، این باعث میشه فکر بکنه. آمریکا اگر قرار بود مشکلش با جمهوری اسلامی باشه، خب تو 2 هفته اول که همه جا رو زد، که رهبر رو زد، فرمانده ها رو زد، خود به قول خودش تمام نیرو دریایی ما رو زد، سپاه ما رو زد. چرا عقب نشست؟ جنگو یه طرفه تمام کن. آقا من هدفم جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی رو تضعیف کردم، رفتم، خودشم الان میگه رژیم چنج کردم دیگه. چرا اومد سراغ فولاد شما؟ چرا اومد سراغ زیر ساختای شما؟ چرا الان میگه تمام زیر ساختاتون رو میذارم برگردید به عصر حجر؟ مگه مشکلش با جمهوری اسلامی نبود؟ نه، آمریکا ایران یک هژمون جوان میدونه که اگر در جوانی جلوی اینو نگیره، این بالغ بشه، کل جهان رو میتونه متفاوت بکنه. برای همین آمریکا متوجه شد که آقا این تنگه هرمز اگر یه دست یک هژمونی باشه که شما نیرو نظامی داره هژمونی برخورد میکنه. هژمون یعنی چی؟ یعنی خودش فکر داشته باشه. شما وقتی که هژمون نباشی، یه کشور مستقل بخوای باشی، حزب اللهی باشی، ضد انقلاب باشی، سلطنت طلب باشی، میری توی دانشگاه‌های ایران، میری تو دانشگاه چین، میری تو دانشگاهی که خودش رو هژمونی نمیدونه، اون انسان سازیش از آمریکاست، خروجیش میشه که آقا بیایید مذاکره کنیم. حالا یه مذاکره خوب بکنیم، 60% رو رقیق بکنیم یا نه. ببینید اصلا مهم نیست شما حزب اللهی باشی یا هرچی، میری تو قالب هژمونی آمریکا تو دانشگاه. ولی شما یک بدنه‌ای داری به نام سپاه پاسداران که اگر قرار بود بر اساس علوم هژمونی ها، علوم نظامی دنیا که در دانشگاه ها تدریس میشه، درس میخون، خب ما این جنگو میباختیم. اینجوری میشه که تحلیل ها اشتباه میشه دیگه. میگن یه کشوری که 10 میلیارد بودجه نظامی میشه چجوری میتونه جلوی 1000 میلیارد وایسه؟ آی بدبخت شدیم. در صورتی که اینجوری نیست. شما وقتی که میبینی قاسم سلیمانی میاد یه سبک جدیدی از معماری نظامی در دنیا تحریزی میکنه از سال 2001-2003 در منطقه ما، این یعنی که شما در علوم دانشگاهی هژمونی دیگه زیست نمیکنی، شما خودت شدی یه هژمونی، یعنی فکر داری.
اگر قرار بود فکر نداشته باشی، سردار حاجی زاده چی میگه؟ ما باید میرفتیم جنگنده تولید میکردیم، چون عمرمونم کمه، چون تجربه‌مونم کمه، همیشه یه لول از آمریکایی‌ها عقب بودیم. تو بهترین حالت بهترین بودجه رو بهمون میدادن. برای همین ما اومدیم خارج از چارچوب فکر کردیم، تحریزی کردیم، رفتیم پهپاد ساختیم، رفتیم موشک ساختیم. چیزی که اون چارچوب آمریکایی‌ها، غربی‌ها، هژمونی غرب تعریف کرده بود و تعریف نکردیم. شما میبینید که نیروی نظامی شما داره هژمونی رفتار میکنه با 10 میلیارد دلار، نه 20 میلیارد، نه 30 میلیارد، نه 50 میلیارد، نه اصلا 100 میلیارد دلار بودجه. دیگه بالاتر از این داره با آمریکای 1000 میلیاردی میجنگه، داره هژمونی رفتار میکنه. میگه من زیرساخت‌های منطقه رو تا جایی میذارم که بازدارندگی داشته باشه، بیشتر از این حدی نمیذارم. چرا؟ چون زندگی مردم اگر خراب شه، مردم منطقه خراب شه، چون من قراره یک ایران هژمونی در این منطقه بمونم، من قلب اونا رو میخوام، من قلب مردم منطقه رو میخوام، چون قراره یک هژمونی محبوب بمونم در اینجا. اگر من زیرساختو بزنم مشکل مردم پیش میاد دیگه. حالا اینا عمق داره ها، جزئیات داره که آقا کجاها رو باید بزنی. اگر بخوای اینجوری فکر بکنی یه سری بازدارندگی خودت میاد آقا، بحث داره. ولی میخوام بگم که نیروی نظامی شما، رهبر شهید شما، ایران رو یک هژمون میدید. کوتوله‌های سیاسی، خروجی دانشگاه‌های چارچوب رفته دانشگاهی نمیتونن شما رو هژمون ببینن. برای همین خیلی از رفتار نیروی نظامی، رهبری رو متوجه نمیشن. پیام رهبر شما برای آتش‌بس چی بود؟ تنگه هرمز به قبل بر نمیگرده. آمریکا باید خسارت بده. ببینید هژمونی داره فکر میکنه. محور مقاومت یک پارچه است. رهبر شما هم اگر میخواد هژمونی فکر نکنه، انتقام، ما باید انتقام رهبر رو بگیریم، فلان بکنیم، ما یه کشور یاغییم که باید نه، تمام شروطش برای یک ایران هژمونیه. اگر میپذیره الانم بری پای میز مذاکره برای اینکه شما رو یک ایران هژمون میبینه، آقا اون هژمونیه باید متوجه شه که زورش به ما نمیرسه، باید ما رو به عنوان یک هژمون درک کنه، بیاد بشینه با یه هژمون مذاکره کنه. نمیتونه بکنه، اشکال نداره، دوباره به جنگ ادامه میدیم. اینجاست که ما اعتقاد داریم تمدید آتش بس سمه، ادامه مذاکرات سمتر از تمدید آتش بسه. شما باید وارد دوباره میدون بشی. شما وقتی که ما میگیم آقا زیر ساختاتم بخوره بهترشو میسازیم، نگران اینا نباش، چون شما داری یک جنگ هژمونیک میکنی. بعد از این جنگ زیر ساختاتم آسیب دیده باشه، شما یک هژمونی. تفاوت داری با یک کشور یاغی که فقط زدی زیر میز نظم جهانی. اینجاست که من با 99% از اساتید خروجی دانشگاه ها به مشکل و اختلاف میخورم. پسر سردار فلانی باش. خیلی از عزیزان دوستای ما هم هستن، منم از مطالبشون استفاده میکنم، زحمت میکشن، درس خوندن، این اشتباه نشه ها، ولی تو اون قالب زحمت کشیدن. شما باید بیای بیرون از قالب. نظم دنیا داره عوض میشه. نگاه دشمن شما به شما یک کشور یاغی نیست، یک هژمونی جوانه. سطح صحبت رو بیار اینجا، تحلیل‌ها درست میشه، نگرانی‌ها کم میشه، یا بعضن جنس نگرانی‌ها متفاوت میشه. جنس نگرانی‌ها متفاوت میشه. اینکه آقا ما مثلا به لبنان کمک بکنیم یا نه، ما باید الان شلیک کنیم بریم دست لبنان رو بگیریم مثل فیلم هندی‌ها به حزب الله کمک بکنیم، بخشش درسته. اگر از نگاه یک کشور یاغی که هم تیمید آسیب دیده برخورد بکنی، شما آسیب میبینی. من باید برم لبنان رو تیر بزنم، سرباز بفرستم. ولی اگر به عنوان یک هژمونیک به لبنان نگاه کنی، لبنان، حزب الله در قلمرو من ایران هژمونیه. من نیازی نیست الان برم شلیک کنم فلان بکنم، چون اسرائیل کوچیکتر از این حرفاست. ولی صلحش باید زیر دست من باشه، امنیتش باید زیر دست من باشه. اون دعواهای سر حزب الله لبنان کم و زیاد میشه. متوجه میشید؟ شما نگاهتون و حاکمیت ما، رهبر جوان ما الحمدلله مثل پدرشون نگاه هژمونی دارن. برای همین تمام شروط مذاکرات هژمونیه. شروط مذاکره اومده اینجا، آقایونه، حالا خود همین انقلابی‌ها میان میگن که قرار نیست این 10 تا شرط همش عملی شه، حالا 2-3 تاش عملی شه کافیه، ما این 10 تا شرط رو پایه گذاشتیم. نه آقا، چرا شماها دارید اینجوری نگاه میکنید که آقا ما یک کشوریم که زدیم زیر میز نظم، حالا یه دستاوردی رسیدیم میگید نه. من در ویدئوی بعدی به شما توضیح میدم که برنده و بازنده این جنگ کدوم کشوران. راجع به سوریه و عراق و ترکیه و عربستان و اینا کامل توضیح میدم.
ولی شما خودتو یک هژمونی ببین، مذاکره میکنی به عنوان یک هژمون، محاصره دریایی میشی، باید برخورد بکنی باش. اگر شما یک کشور یاغی باشی، خودتو مثلا بگی آقا من یک کشوری هم که نمیخوام زیر بار حرف زور برم، محاصره رو یه جور دیگه میبینی. هژمونی باشی محاصره رو یه جور دیگه میبینی. بدنه نیروی نظامی شما خودش یه هژمونی میبینه، خارج از چارچوبی که براش در دانشگاه طراحی کردن فکر میکنه. علوم سیاسی، علوم اجتماعی شما، نه تنها ایران، تمام دنیا تو اون چارچوبی که آمریکایی‌ها براش طراحی کردن نگاه میکنه. برای همینه شما اونجا میبینید اگر کسی خارج از چارچوب صحبت بکنه ایرادی نداره. تو ایران خارج از چارچوب صحبت کنی بهت میگن بی‌سواد. اونجا اگر ایرانو یک قدرت چهارم جهانی بدونن ایرادی نداره. اینجا حرف بزنی میگن ای بابا ببین این ارزشی‌ها دوباره شروع کردن. جامعه ما باید خارج از چارچوب فکر بکنه و خودش یک هژمونی ببینه. تو هژمونی نگران مذاکره و آتش بس باشید. تو هژمونی دونستن خودتون نگران خوردن زیر ساختاتون باشید، ترمیم زیر ساختاتون باشید. اهمیت موضوع اینجاست. این ویدیو رو از من به عنوان مقدمه داشته باشید تا ویدیوهای بعدی من به شما توضیح بدم که برنده و بازنده این جنگ بین ایران و آمریکا تو منطقه ما کیه. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. روز و شبتون بخیر. خدا نگهدار.